از علم عقیده و علم کلام آگاهی دارن، میدونن که آخه اینجا یگان اختلاف نیست. مثلا همین ابو منصور ماتوریدی شارح فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه از علم عقیده و علم کلام آگاهی دارن، میدونن که آخه اینجا یگان اختلاف نیست. مثلا همین ابو منصور ماتوریدی شارح فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه شارح عقیده امام اعظم ابو حنیفه و بین اینا یگان اختلاف نیست. بین امام ماتوریدی و امام اعظم ابو حنیفه بر روایت 2 نفر بر روایت 3 نفر گذشته است. با همون شاگردای امام اعظم ابو حنیفه میرسه. امام ابو منصور ماتوریدی میگن شما عقیده ماتوریدی دارید، شما عقیده امام اعظم ابو حنیفه نیستی. اصلا واقعا عقیده سلف صالح، عقیده ای که امام اعظم ابو حنیفه و همین ائمه اهل سنت و جماعت در او بودن، عقیده تفویض میگن. تفویض. اما بعد عبدالرحیم قزاقانی ماتوریدی میگوید که ما را میگویند، یعنی کی میگوید؟ ما میگوییم که شما عبدالرحیم قزاقانی در مذهب ابو حنیفه اعتقادا در مذهب ابو حنیفه نیستید، فقها احکاما در مذهب ابو حنیفه هستید، اما اعتقادا مخالف مذهب ابو حنیفه هستید و شما در مذهب ماتوریدی هستید. این میگوید که انا همچنین ما را میگویند. بله این درست است، ما میگوییم. و بعد از این میگوید که مذهب ماتوریدی، عقیده ماتوریدی عینی نفسی خودی عقیده ابو حنیفه هست. یعنی بین ابو منصور ماتوریدی و بین عقیده ابو حنیفه هیچ فرقی نیست میگه. و همین ابو منصور ماتوریدی شرح دهنده کتاب ابو حنیفه است میگه. و بعد از این به دیگر مسئله می رود و میگوید عقیده سلف صالح در باب اسماء و صفات همشون اهل توفیض بودند که این یک باطلات است. ببینید در همین جا سرشوی صحبت ایشان عبدالرحیم قزاقانی ماتوریدی جهمی باطل است. میگوید هر کسی که به علم کلام و عقیده درک دارد یا که فهم دارد یا علم عقیده و کلام میفهمد، علم کلام علم مذموم است. علم کلام علم نیست، این جهل است. خیلی که ابو یوسف شاگردی ابو حنیفه رحمه الله یک از علمای بزرگ سلف میگن من طلب العلم بالکلام فقط جهل. هر کسی که علم به کلام طلب کند جاهل میموند، جاهل است. و انمین خودش یک فرق بین مذهب ابو حنیفه و مذهب شما ای ماتوریدی ها هست و مذهب شیختون ابو منصور ماتوریدی است. اولا ابو حنیفه رحمه الله سال 94 در بعض روایت ها سال 84 هجری تولد شدند و 150 وفات کردند. ابو منصور ماتوریدی روزی تولدشون معلوم نیست، اما این ابو منصور ماتوریدی در عصر 4 نیمه اول عصر 4 وفات کرده است. یعنی تقریبا بعد از 200 سال ابو حنیفه وفات کرده است. یکم فرق دوم، ابو حنیفه رحمه الله از سلف صالح بود، از همون خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بود، یعنی آخرین سومین قرن تبع تابعین. اما ابو منصور ماتوریدی از قرن این ذهبی مفضله یا از سلف صالح نبود. ابو منصور ماتوریدی از عصر 4 بود، علمای عصر 4 بود، یکی از علمای عصر 4 و سمرقندی بود. انکنون بعد از این باید بدانیم که سخنی که عبدالرحیم قزاقانی گفت که هیچ فرق بین ابو حنیفه و ابو منصور ماتوریدی نیست، عقیده ماتوریدی همون عقیده ابو منصور ماتوریدی است یا عقیده ابو منصور ماتوریدی، عقیده ماتوریدی ها عیناً عقیده ابو حنیفه هست. این یک باطل و یک دروغ و یک جهالت محض است. ابو حنیفه رحمه الله اعتقادشون در باب
توحید در باب اسما و صفات اعتقاد سلف صالح اهل سنت و الجماعت بود. یعنی چگونه؟ نثبت ما ثبته الله و رسوله صلی الله علیه وسلم لنفسه بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تجسیم. ما اثبات میکنیم همان چیزی را که الله در حق خودش در قرآن اثبات کرده است و رسول الله اثبات کردن در حق الله سبحانه و تعالی، بدون تشبیه کردن و بدون تمثیل و بدون تجسیم. هر چیزی که الله از صفاتها به خودش اثبات کرد و هر صفاتهایی که رسول الله اثبات کردند اثبات میکنیم، معناش به زبان عربی فهمیده میشود، اما ما تشبیه نمیکنیم. کیفیتش یعنی چگونگی صفت رو صحبت نمیکنیم. نمیگویم که صفت الله مانند صفت انسان است یا انا این خیل است، انا این چگونگی صفت گپ نمیزنیم. و این چنین عقیده سلف چی بود؟ تحریف نمیکنیم، از ظاهری صفت ها رو تحریف نمیکنیم، یعنی تغییر نمیدیم. و همه این سخن ها رو ما از کلام ابو حنیفه، از فقه اکبر و از ابو جعفر الطحاوی و دیگر از علمای حنفی اثبات میکنیم.